باغ گلها در ابتدای چهار راه مالی آواز به سمت سرایه در فرعی می باشد. در این باغ گلهای بسیار زیبا و بزرگ و باغ خیلی بزرگی در اینجا ساخته شده است که گویند در وسط این باغ گنجی نهفته است متعلق به دوران قاجاریه که در این انتهای فیلم آدرس آن را بهتان میدهم. بدانید شیراز پر از دفینه های کمیاب و منحصر به فرد است. روزانه هزاران بازدیگر و گردشگر باغ منحصر به فرد دیدن می‌کنند و در اواخر این باغ محیطی هست که شعبده بازان و گروه‌های موزیک و تئاتر ایفای نقش کرده و مردم را برای ساعتی سرگرم می‌کنند. گاه بیایید و از این باغ لذت ببرید. همکنون در فصل پاییز سال 1404 هستیم و تمام باغ برگ‌ها و درختان رو به زردی می‌روند و دارند به خواب زمستانی می‌روند تا زمستان سال 1404 را تجربه. در وسط این دریاچه پر از ماهی‌های قرمز و سفید و مشکی می باشد که در این دریاچه پر از مرغابی، قاز و لکلک می باشد. راه گنجی که گفتم در همین نقطه قرار دارد. در وسط درخت ها در آن زیر خاک گنج مدفون است و الان از زمان قاجار تا حالا دست نخورده و برای نسل آینده یادداشت شده است. امروز آسمان آبی و هوا خیلی صاف و خنک و دارای حالتی عجیبی است که رازی دیگر را در درون این باغ هویدا می‌سازد. متاسفانه رو به زمستان می رویم و در پاییز برگ‌ها زرد می شود. در اوایل بهار این باغ یکی از زیباترین باغات جهان است که در منحصر به فردی همتا ندارد. در این کنان شهر بزرگ شیراز رام به رام گردشگر جهانی گفته است 700 باغ و پارک و بوستان بزرگ ساختند تا تمام مردم از آن لذت برده و بدانند شیراز یک شهر معمولی نیست و دارای ورزشگاه‌های باستانی و مذهبی میباشد. از هر نوع گل و گیاه و درخت که در جهان دیده شده است تعدادی در این باغ هست که زیبایی این باغ را دوچندان می کند و جای تعجبی برای تمام گردشگران و جهانگرانی که به این باغ آمدند می باشد.